فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. عزیزی سوالی پرسیدن که آیا مسواک صنعتی روزه را باطل می کند یا نه؟ مسواک به هر صورت درباره حتی مسواکی که از چوب باشد در میان برخی از فقها اختلاف نظر و دیدگاهی وجود دارد. برخی از فقها در حالت روزه اینو مشروط کردند و گفتند که مناسب نیست که انسان روزه دار بعد از زوال در واقع این مسواک رو استفاده بکنند. اما درباره شکسته شدن روزه ماه مبارک رمضان یا روزه نفلی با مسواک، اهم از این که مسواک سنتی و چوبی باشد یا مسواک با خمیر دندان باشد، این شکننده روزه نیست و جایز هست استفاده آن در ماه مبارک رمضان، مگر این که این مواد رو انسان در واقع فرو ببرد که یک حکم جداگانه هست. در غیر فرو بردن مواد خمیر دندان روزه باطل نمی شود و هیچ گونه نقص و ایرادی هم در روزه پدید نمی آید و استفاده از مسواک، اهم از مسواک سنتی یا مسواک صنعتی اون گونه که این بیننده من تعبیر کردن، هیچ گونه اشکال شرعی در ماه مبارک رمضان ندارد.